خیلی خوبی دارن در عکاسی. حرفه اصلی ایشون یعنی تخصصشون در نورپردازی، تصویربرداری و عکاسیه. کار مجلس فوکس اصلی تمرکز کارشون روی عکاسی از مجالسه و کار ایونت انجام میدن، مثلا تولدی اگه باشه، اوپنینگ باشه، کنسرت و جلسات کاری بزرگ رو ایشون میتونن هم کار تصویربرداری انجام بدن و هم کار عکاسیش رو انجام بدن. یکی از کارهای خیلی جالبی که اون کار فشن فوتوگرافیه که حتی فکر میکنم از اشخاص هم میتونن عکسای لازم نیست شما حتما کار مدلینگ کنید، از اشخاص هم میتونن عکسای حرفه‌ای خیلی عالی مدلینگ بگیرن و کار افزورشون بسیار حرفه‌ایه، نه اینکه کار داخل استودیو رو زیر سوال ببرن ولی به قدری عکسای جذابی می‌ندازن که من خودم بارها و بارها بیزینس ایشون رو به نام خودش دنبال کردم. وبسایت خیلی حرفه‌ای دارن و کارشون من خودم به عنوان یک عکاس خیلی کارشون رو تحسین می‌کنم و بارها معرفیشون کردم. حتما سر بزنید به وبسایتشون، مطمئنم هوس می‌کنید یه عکس بگیرید. من عرصه هستم. امروز میخوام بیزنس نموجان رو معرفی کنم. ایشون من رو معرفی کردم. اسم بیزنسشون لیدیو استودیو هستش. ایشون توی استودیو کار میکنن، عکاسی خانواده بیشتر میگیرن، عکاسی کودک، عکاسی خانواده فامیلی بیشتر میگیرن و به شدت کارشون خوبه. 2-3 هفته پیش که بودم کارشون معرفی کردم، من کارشون دیدم تو اینجا عالی، واقعا از دیدن نورپردازیشون فوق‌العاده است. نورپردازی تو استودیوشون من خودم دیدشون خیلی خوب بود. آره دیدشون خیلی خوب بود. من خودم تخصصی کار نور می‌کنم و کار نورشون رو به شدت تایید می‌کنم، خیلی خوب بود و چیزی که توی کارشون من دیدم این بود که اون حس، اون صرفاً عکاس استودیو نیستن، ایشون با اون مشتری بعد شاید 10 دقیقه رو 20 دقیقه دوست میشه و یک عکس خیلی نچرال و ریل از اون شخص میگیره. عکاسی استودیو واقعا به سختی به خاطر اینکه اون کسی که به عنوان مدیر، به عنوان مشتری میاد عکس میگیره، اون تو جو اون فضای استودیو قرار میگیره، یه خورده سخت براش، ولی ایشون با صحبت کردن که با مشتری دارن بعد میگم یه رو 20 دقیقه اینقدر با اون مشتری کانکت خوب برقرار میکنن که عکس‌ها خیلی راحت و نشون میتونن بگیرن. خنده‌ای که اون مشتری میکنه واقعا قشنگه. و یکی از کاری که دارم در واقع شروع کردن عکس بگیرم، عکاسی از بیزینس هاست و مدلی عکس میگیرن که من مشتری، من آدم عادی که اون عکس میبینم سریع متوجه میشن که اون بیزینس، اون شخص چه بیزینسی داره. مثلا کار کسی که کار موسیقی داشته، کار نقاشی انجام میده و این به نظر من خیلی فان و خوبیه. کارشون خیلی مرسی.